بعدا روبرتی دسته خوجند خوسا رجب احمدزاده استعفای متخصص روس را قبول نکرد و به همین ترتیب طور میبینیم الکساندر کریستینین در مسند مربیگی باشگاه خوجند باقی میماند و این هم هیئت اولیه دسته خوجند است. شکل جایگیری فوتبال بازان این تیم در رقابت امروزه 4-4-2 است. بیایید به هیئت صاحبان میدان توجه میکنیم. در خط دروازه‌بان رقم 1 ژیما نیکیتا. فوتبال بازان خط دفاع 4 نفر را تشکیل میدهند. رقم 2 فخرالدین احتموف، 4 پرویز بوقیف، 5 فردوس عبدالسلاموف و بازیگر شماره 6 دوران جان ارگاشف که همزمان کاپیتانی دست نیز هست. فوتبال بازان خط نیم حمایه رقم 14 علیشر شکوروف، 27 یوگنی ترزی، رقم 62 جهانگیر ارگاشف و بازیگری رقم 7 گریگوری میناسیان. در خط حمله عقابان ساحلی رودسی رقم 20 دلر شریفوف و بازیگری رقم 99 ایگور ووکچویچ بازی خواهند کرد. سرمربی دسته خوجند متخصص روس الکساندر کریستینین است. همزمان هیئت داوران که رقابت امروزه را حکمی میکنند به ما نشان داده می شود. داور اساسی نصرالله کبیروف است از شهری نورک، از کنارها به او اکمل بوریف و خسروی صدیقزاد کمک میکنند. داور چهارم باشد بختیار کامیلوف است. در حجره ور سیاجان زینالدینوف با همراهی سوربون احمدزاده کارو فعالیت خواهند کرد. کمیسر این رقابت باشد فرخ غلاموف است. فکر میکنم همه چیز برای آغاز این رقابت آماده است. فوتبال بازان هر دو دسته منتظر صدای اشتکی داور مرکز نصرالله کبیروف هستند. همزمان به هیئت دسته هولبوک ناحیه واسه نیز توجه میکنیم. در خط دروازه رقم 1 گبکو پراسپر، فوتبال بازان خط حمایه رقم 3 علیشر خالمرادوف، 5 دلر شامرادوف، 71 علیشاه خدایقلوف و بازیگری رقم 23 خوشوقت میروف. بازیگران خط نیم حمایه رقم 55 مختار ارتیقوف، 19 سوربان افغانوف، 10 عمرجان شریفوف و بازیگری رقم 25 بهرومن عظیموف. حمله‌وران این دسته هولبوک رقم 88 شفقتی هوتان و بازیگری رقم 11 خیرالدین تورخانوف هستند. سرمربی باشگاه هولبوک متخصص محلی جلالالدین مجیدوف به حساب می رود. اینجا چی مشکلی تکنیکی سر زد بیننده های عزیز؟ داور مرکز با همراهی کمیسر رقابت اندکی نوفهمی داشتند و به همین ترتیب از مرکز میدان وخوری دسته های خوجند و هولبوک آغاز گردید. بار دیگر یادآور میشوم که هر دو دسته در دایره بازی های دوره 17 چمپیونات با هم رقابت کرده ایستادند. دیدار اولی این دو تیم در مرحله اولی چمپیونات به دور ششم راست آمده بود. آنجا خوجند در سفر توانست که هولبوک را شکست بدهد. وخوری مذکور با حساب 2-1 جنبست گردیده بود. از هیئت عقابان ساحلی رودسیر دیوید موتور و همچنین پول کامولافه با زدن یک گل دست یافته پیروزی تیم خویش را تامین نمودند. ولی فعلا این دو بازیگر در هیئت دسته خوجند نیستند. دیوید موتور نیست باشگاه خوجند را ترک نمود. شان پول کامولافه باشد به هیئت دسته استقلالی شهر دوشنبه پیوست. یگانه گل دسته هولبوک را در رقابت بر مقابل باشگاه خوجند در دوره اول خیرالدین تورخانوف توانست که به نامش ثبت نماید. در آغاز رقابت تلاشی فوتبال بازان خوجند به نتیجه است. توسط کنار چپ هجومی سیبانی میدان به راه مانده شد که پایان این کوشش به نتیجه بود. در مرحله دوم چمپیونات باشگاه خوجند تغییرات کلی را در هیئت خویش انجام داد. ستاد مربیان پورا عوض گردیدند. آنجا رستم خوجایف از مقامش سبکدوش کرده شد. بعدا الکساندر کریستینین با همراهی ستاد خود با مسند مربیگی تیم خوجند تعیین گردید. همزمان به هیئت عقابان ساحلی رودسیر 8 فوتبال بازی جدید همراه گردید. ولی با نظر داشت این همه تغییرات ها نتیجه های دسته خوجند
تا هنوز به نمیشوند. طبعا در ابتدای گزارش نیز قید نمودیم بعدی انجام دربی خوجند سرمربی الکساندر کریستینین از مقام خود استعفا داد، ولی پس از تقریبا یک روز صحیفه رسمی خوجند اطلاع داد که استعفای متخصص روس رو روبرایت دسته قبول نکردند و به همین ترتیب کریستینین در مقام خود باقی ماند. یعنی مدیریت باشگاه خوجند باوری دارند که در ادامه موسم کریستینین با خوجند نتیجه های خوب رو میتواند که به قید بگیرد. تلاش نوبتی فوتبال بازان خوجند به نتیجه جنبست گردید و هم اکنون نصرالله کبیرов صدای اشتک خود رو بلند میکند. باشگاه خوجند زیر راهنمایی الکساندر کریستینین از ادامه رقابت‌ها در جام تاجیکستان نیز محروم گردید. دسته از حریفی ازلی خویش باشگاه استقلال مواجه باخت گردید. آنجا وقتی اساسی با نتیجه مساوی ختم یافته بود و در سلسله ضربه‌های 11 متره بازیگران خوجند مواجه شکست گردیدند. اگر در همین وقت و زمان ما به جدول عمومی چمپیونات توجه کنیم، دسته خوجند در حساب خود 21 امتیاز دارد و مقامی هفتم رو کسب میکند. تیم هولبوک باشد در مقام 11 است و در حساب خود 12 خال دارد. طور ما و شما میدانیم هولبوک باشگاهی نوکار چمپیونات به حساب می رود. یعنی موسم گذشته در لیگ 1 عنوان قهرمانی را به دست آورد و بار اول به لیگ عالی راه یافت. اینجا دروازه‌بان هولبوک از موقع خود بیرون آمده توپ را صاحب گردید و در این برابر حمایتگری دسته نیز اندک جراحت گرفت. در مرکز میدان و اعلان شدن قاعده بازی به خیل گرفته می شود. ضمن مبارزه برای به دست آوردن توپ بازیگران خوجند قاعده بازی را ویران نمودند. آخرین مراتب باشگاه خوجند در هفته موسم جاری در دور 12 به غلبه دست یافته بود. آنها در بازی مرکزی توانستند که استقلال را با حساب 1-0 شکست بدهند. گل یگانه آن واخوری را شان پل کمالوف به نامش ثبت کرد. اینجا هجوم دسته خوجند و حتی ضربه هم اجرا گردید. فوتبال بازی شماره 7 گریگوری میناسیان دروازه رقیب را نشان گرفت. انیقترش در قبط دوم موفق گردید که جانبی دروازه حریف ضربه بزند. به اندیشه برخی از کارشناسان ساحه یکی از مشکل‌های اساسی دسته خوجند این است که بعد رفتن لیگیونران با مهارت این دسته از جمله شان پل کمالوف، دیوید ماوتور و همچنین سرگئی اسکانیان، بعدا لیگیونرهای جدید موقع آنها را پورا کردن نمیتوانند. یعنی لیگیونر باید از فوتبال بازان محلی یک سر و گردن بالا بازی کند. در آغاز رقابت فوتبال بازان خوجند پرسینگ شدید نشان میدهند که در نتیجه دروازه‌بان هولبوک راسپر گبکو اشتباه کرد. اینجا ادامه حمله دسته خوجند
далер шарифов. این نوبت نیست صاحبان میدان موفق نگردیدند که هجومی خود را تا به آخر ادامه بدهند. فردوس عبدالسلیموف اینجا نصرالله کبیر فشار میکند که قاعده بازی ویران شده است. بله واقعا هم در این وضعیت خیرالدین تورخانوف حملهگر باشگاه هولبوک بر مقابل فردوس عبدالسلیموف حرکت غیر قاعده داشت. ارسال علیشر شکوروف، تلاش نوبتی فوتبال بازانی دسته خوجند و یک ضربه بسیار هم سخت از جانب ایگور ووکچویچ. ولی ضربه زده این بازیگر پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می شود. باید گفت که در دایره بازی های دوره 17 چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین دسته های لیگ یالی دو رقابت صورت گرفت. بازی افتتاحی این دور با اشتراک دسته های روشن و پنچر بدون زدن گل خاتمه یافت. اینجا تلاش دسته خوجند، فرصتی به نهایت خوب ولی ضربه زده گریگوری میناسیان بعد برخورد با پای فوتبال بازی هولبوک اند صورت حرکتی خود را کاهش داد که در نتیجه دروازه‌بان این تیم پروسپر گبکو بدون مشکلی آن را صاحب شد. اینجا گریگوری میناسیان اشتباه میکند. بازیگران هولبوک میخواهند که با هجوم جوابی گذارند. تلاش شفقتی اوتام، در مورد بازی های دوره 17 لیگ یالی مملکت حرف میزدیم. بالاتر اشاره نمودیم که رفشن با پنچر در بازی آغازبخش این دور به نتیجه مساوی 0-0 دست یافتند. بعداً رقابت مرکزی دوره 17 با اشتراک دسته های وخش و کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 2-1 به فایده پلنگان وخش خاتمه یافت. بدون قاعده ویران کنی بازیگران خوجند توپ را به نظارت خود برگردانیدند. عکس الهجوم با صورت صاحبان میدان. در همین وضعیت باز هم نصرالله کبیر فشار میکند که قاعده بازی ویران گردیده است. این نوبت بازیگری شماره 55 مختار آرتیقوف با قاعده تیزی دست زد. وضعیت استانداردی به فایده فوتبال بازان خوجند. از این امکانیت میتوانست که ثمرناک استفاده برد. ارسال توپ به داخل جریمه گاه اولین شده به توپ فوتبال بازان هولبوک رسیدند و در ادامه تلاش بازیگران خوجند به نتیجه خاتمه یافت. نیم همتگر یوگنی ترزی جانبی دروازه هولبوک ضربه را اجرا کرد که این ضربه چندان خوف و خطر را برای دروازه‌بان هولبوک به میان آوردن نتوانست. در مرکز میدان حرکت‌های علیشر شکوروف عضو تیم ملی فوتبال کشور هجوم دسته خوجند را ادامه می‌دهد. پرتافت دلیر شریفوف. این وضعیت را بازیگران هولبوک توانستند که برطرف نمایند. در مرکز میدان
تلاش فوتبالبازان هولبوک برای ادامه دادن حمله به نتیجه بود. فردوس عبدالسلیموف یک نفر را خیلی زیبا فریب داد و بعدا پرتافتی او به داخل جریمه‌گاه اشتباه بود، چون که توپ را به منطقه ارسال کرد که یگان همدسته‌هایش در آنجا حضور نداشتند. فعلا در جدول عمومی لیگ عالی مملکت باشگاه وخش پیشصف است و این تیم فعلا در حساب خود 36 امتیاز دارد. در مقام دوم باشگاه کلوبی مرکزی ورزش ارتش جایگیر شده است و ارتشی ها در حساب خود تا این دم 32 امتیاز دارند. قهرمان فعلی چمپیونات استقلال باشد در حساب خود 31 خال دارد و در مقام سوم است. باید گفت که با سبب‌های گوناگون تا این دم استقلال 2 بازی خود را دایر نکرده است. اینجا یک ضربه بسیار هم سخت و سیفی دروازه‌بانی هولبوک. ادامه حمله دسته خوجند، ارسال دیگر باره توپ به داخل جریمه‌گاه. تا این دم همتگران هولبوک هجوم‌های پیوسته رقیب را رفت کرده توانستند. این نوبت نیز ضربه اجرا گردید. گریگوری میناسیان با سر ضربه اجرا کرد ولی کامیاب نشد. یکی از هجوم‌های خطرناکترین صاحبان میدان را در رفت نیمه اول ما شاهد شدیم. بازیگری رقمی 99 ایگور ووکچویچ بیرون از جریمه‌گاه دروازه رقیب را نشان گرفت و در این برابر پراسپر گبکو دروازه‌بان هولبوک به طور انفرادی خیلی زیبا درخشید. علیشر شکوروف ضمن مبارزه برای به دست آوردن توپ غیر قاعده حرکت کرد. باید گفت که علیشر نیز از زمره بازیگرانی است که در نیمه دوم موسم به هیئت عقابون ساحلی رودسیر پیوست. تا آمدنش به خوجند او بدون دسته بود و به طور انفرادی تمرین میکرد. یک مدت علیشر شکوروف در کشور گرجستان جلوی هنر کرد، بعداً موقع خود را در دسته خود پیدا کردن نتوانست. بعداً به فدراسیون روسیه آمد، در آنجا نیز علیشر شکوروف چندان موفق نشد و بعداً خوجند به علیشر شکوروف پیشنهادی همکاری نمود. نیم حمایتگری تیم ملی تاجیکستان باشد این پیشنهاد را قبول نموده به خوجند آمد. در عموم علیشر شکوروف یکی از فوتبالبازان با مهارت است و با دسته خوجند با اسلوب بازیکنی این تیم خیلی زود مطابق شد و حتی بازیگری هیئت اساسی نیز گردید. علیشر شکوروف، فردوس عبدالسلیموف، نبرد بازیگران خوجند توسط کنار چپ به هجوم همراه شدند ولی پرتافتی گریگوری میناسیان غیر قاعده بود. هولبوک این واخوری را باعث دسته دوم آغاز کرد، یعنی دست پروران جلال‌الدین مجیدوف تا این دم بیشتر در خط دفاع نشسته کوشش میکنند که در هجوم‌های جوابی به دروازه رقیب گل بزنند. خیریدین تورخانوف با پاس‌های کوتاه و میانه فوتبالبازان هولبوک توپ را در نظارت خود نگاه می‌دارند.
با اشتراک فوتبالبازان ناحیه وسط در همین وضعیت همدیگر فهمی چندان خوب احساس نگردید. دورانجان ارگاشف زیر پرسینگ رقیب قرار گرفت و قریب بود که توپ را از دست میداد. هنگامی که توپ به اختیار فوتبالبازان خوجند میگذارد، از جانب بازیگران هولبوک فشار به نهایت زیاد می شود و در بیشتر حالات بازیگران هولبوک غیر قاعده نیز حرکت میکنند. تا این دم شماره قاعده ویرانکنی ها با اشتراک هر دو دسته 4x4 به قید گرفته شده است. خوشوقت میروف در همین لحظه ها با قاعده استیزی توپ را به نظارت دستش برگرداند. قاعده ویرانکنی بسیار هم دغل و نصرالله کبیرف کارت زرد را از جیب خویش بیرون میکند. بعد قاعده ویرانکنی های پیوسته بالاخره داور مرکز مجبور می شود که به بازیگران هولبوک کارت زرد نشان میدهد. بازیگر شماره 55 مختار ارتیقوف با برگه زرد مورد مجازات قرار میگیرد. در لحظه قبلی می توانست که مختار ارتیقوف با بازیگری خوجند آسیبی به نهایت سخت رساند. همکنون شماره کارتای زرد 1-0 می شود. در لحظه قبلی اذیت میزبانان بازیگری شماره 20 دلیر شریفوف قریب بود که آسیبی سخت می گرفت. در قیاس با دیگر واخوری ها در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت شهر خوجند شماره خیلی کمی مخلصان رو در بازی امروز ما میبینیم. باید گفت که در سال 2025 این میدان از یکی از رقابت‌های سطحی بلند میزبانی نمود، یعنی بازی نهایی جام تاجیکستان با اشتراک دسته‌های رگر تدز و اسخط محض در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت صورت گرفت که آنجا فوتبالبازان شهر ترسونزاده با 5 گلی به جواب اسخط را شکست دادند. جهانگیر ارگاشف از قراری برآورده نصرالله کبیرف قطعا ناراضی است و تا جای عصبانی نیز شد. علیشیر شکوروف و جهانگیر ارگاشف و دو نفره به بازیگری هولبوک فشار آوردند و در نتیجه توپ را صاحب نیز گردیدند، ولی داور مرکز در همان حالت ویران شدن قاعده بازی را به اعتبار گرفت. دلیر شریفوف هجوم نوبتی بازیگران خوجند علیشیر شکوروف همدیگر فهمی به نهایت خوب داشتند، ولی در آخرین لحظه همتگری هولبوک سد راهی این هجوم گردید. با فایده صاحبان میدان ضربه کنجی تعیین می شود. از لحاظ قد و قامت بازیگران خوجند در قیاس با رقیب فرق کننده به نظر می رسند، ولی از این امکانیتی به عمل آمده دست پروران الکساندر کریستینین مقصدناک استفاده نبردند. با احتمال زیاد باشگاه پنشهر در پایان موسم ترک چمپیونات میکند، چون که با گذشت 17 دور
تیم پنشهر تنها 4 امتیاز به دست آورده است و در زینه 12 است. تیم هولبوک باشد در ادامه کوشش میکند که از تخانه جدول رها یابد. اینجا یک ضربه نودقیق و توپ به تیری دروازه برخورد. دیگر باره به هجومی براهمانده فوتبال بازان خوجند متوجه میشویم. توسط کناری راست تلاشی صاحبانی میدان براه مانده شد. البته ارسالی انجام داده دلیر شریفوف باشد به داخل جریمه‌گاه هولبوک چندان قابل توجه نبود. باشگاه خوجند موسم گذشته نتیجه خوب رو به دست آورد و این تیم زیر راهنمایی رستم خوجایف در جدول عمومی چمپیونات مقام دوم رو صاحب گردیده بود. در همین لحظه ها ویران شدن قاعده بازی به خط گرفته می شود. پرویز باقی همتگر میزبانان در نزدیکی جریمه‌گاه خود حرکتی غیر قاعده داشت که در این برابر داور مرکز با او کارت زرد نیز نشان داد. همکنون از حساب کارت‌های زرد برابری به خط گرفته می شود 1-1. حتی طبیبان دسته هولبوک نیز مجبور شدند که در همین حال جهت رسانیدن یاری طبی وارد میدان شوند. دوره میبینیم حمله‌ور این تیم خیرالدین تورخانوف از کمر خیش اندک جراحت گرفته است. با فایده فوتبال بازان هولبوک ضربه استانداردی در همین لحظه ها به میان می آید. کریستینا پرانژنکا یکی از ورزشکارانی که تاجیکستان را در مسابقه های سطحی بین المللی از نمود ورزشی سبک پیوسته معرفی میکند و البته امروز این چهره شناخته برای تماشای بازی دسته خوجند و هولبوک به ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تشریف آورده است. با اشتراک بازیگران خوجند دیارچه دفاعی سازمان داده شد. توجه میکنید که وضعیت هولبوک این ضربه را کی اجرا میکند. این موقع برای مختار ارتیقوف مساعدتر است چون که بازیگر مذکور با پای چپ ضربه میزند. یک ضربه بسیار هم خوب و با بخت بازیگران خوجند از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. بازیگر رقم 25 بهرومند عظیموف دروازه خوجند را نشان گرفت و قریب بود که موفق نیز میشد. این نخستین ضربه بود که از جانب فوتبال بازان هولبوک در هفته رقابت امروزه اجرا کرده شد. شماره قاعده ویرانکنی ها 8-6 است تا دقیقه 27 نیروسنجی و در این میان داور 2 مرتبه کارت زرد نشان داد. یک مرتبه فوتبال بازان خوجند و یک دفعه دیگر بازیگران هولبوک با کارت زرد مجازات شدند. فخرالدین احتموف
ارسال دیاگانالی ژیمو نیکیتا. فردوس عبدالسلیموف درست و دقیق پسی هم دستش را قبول نمود، ولی در ادامه این هجوم ویران شدن قاعده بازی مشاهده گردید. کلی بازیگران خوجند از داور مرکز طلب دارند که باید کارت زرد نشان داده میشد و واقعا هم تبر دیدیم بهرومن عظیموف برقصدانه بازیگر خوجند را از پای زده افتاند. پرتافتی فردوس عبدالسلیموف توسط کناری راست جهانگیر ارگاشف. دیگر بار فردوس عبدالسلیموف ارسالی به نهایت بلند و پراسپر گبکو دروازه‌بان هولبوک بدون مشکلی ضربه اجرا نموده فردوس عبدالسلیموف رو برگردان. ترکیب روی به نهایت زیبا با اشتراک بازیگران خوجند. گریگوری میناسیان وارد جریمه‌گاه نیز گردید. بازیگر مذکور ضربه را نیز اجرا کرد، ولی سدگذاری یک ضربه بسیار هم سخت و تبر میبینیم در خط دروازه هولبوک پراسپر گبکو هنرنمایی خوب نشان داد. اساساً ضربه که از جانب فوتبال بازی خوجند اجرا گردید مستقیما جانب دستان دروازه‌بان روان کرده شد. تا این دم هولبوک بر مقابل خوجند یکی از دسته‌های پرقوتی چمپیونات هنرنمایی خوب نشان داده ایستاده است. تلاش شفقت اوتم دبرانجان ارگاشف یکی از بازیگران سر تجربه‌ای باشگاه خوجند این گونه وضعیت ها رو میتواند که با چشم های پوشیده برطرف نماید. در وضعیت قبلی حالت افساید نیز به قید گرفته شد. جای تاکید است که در هفته نیمه اول ویرانشوی قاعده بازی با اشتراک بازیگران هر دو تیم به نهایت زیاد به قید گرفته شد. این وقت ضربه جریمه رو نه اینکه فردوس عبدالسلیموف بلکه علیشر شکوروف اجرا میکند. ضربه رو مستقیما جانب دروازه هولبوک روان کرد. آنجا دروازه‌بان پراسپر گبکو نیز از موقع خود بیرون آمده بود. فکر میکنم علیشر شکوروف این اشتباه دروازه‌بان رو سری وقت پیخست نمود و مستقیما دروازه رو نشان گرفت. دیگر بار علیشر شکوروف فوتبالبازان هولبوک با او امکانیت نمیدهند. دورانجان ارگاشف گریگوری میناسیان اشتباه نوبتی فوتبالبازان هولبوک و تبر دیدیم خیریدین تورخانوف حمله‌گر دسته هولبوک حرکتی غیر قاعده داشت. باید گفت که در دیدار دسته‌های خوجند و هولبوک نظامی ور فعالیت دارد و لحظه های بحث برانگیز حتما مورد تفتیش قرار میگیرند. در همین حالت خیریدین تورخانوف دلیر شریفوف رو از پای زده افتاند. همکنون سروان باشگاه خوجند دورانجان ارگاشف تصمیم میگیرد که
ضربه جریمه‌ای را خودش اجرا نماید. باید گفت که دوران جان ارگاشف ضربه های بینهایت قوی دارد و حتی ما بارها شاهد گردیدیم که دوران جان از مسافه های دور با زدن گل های زیبای مشرف گردیده است. صدای که داور بلند گردید. ضربه دوران جان ارگاشف بعد برخورد به دیوارچه دفاعی تراکتوری حرکت خود را عوض نمود. شماره ضربه های کنجی 2-0 است. ارسال علیشر شکورف. همکنون جهانگیر ارگاشف نتوانست که توپ را در نظارت خود نگاه دارد. ادامه حمله صاحبان میدان و این نوبت شکورف تصمیم گرفت که خودش هجوم را به نقطه نهایی رساند، یعنی مستقیما دروازه را نشان گرفت، ولی ضربه زدهش کاملا خطا رفت. البته از این عملکرد خود علیشر شکورف از همدستایش معذرت نیز پرسید. بازیگری نوبتی اذیتی دسته هولبوک اوسه میبردارد و طبیبان این تیم دیگر بار مجبور میشوند که برای رسانیدن یاری اولیه طبی به میدان آیند. البته در رقابت امروز هم در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت مخلصان و هواداران زیادی دسته خوجند قرار دارند و به احتمال زیاد منتظر گل دسته خود هستند و مهمتر از همه میخواهند که در بازی امروز خوجند به پیروزی دست یابد. شفقت یوتم ضمن یک پایغچ شکورف خواست که هجوم رقیب را قطع نماید، ولی قاعده بازی را ویران کرد. تا پایان وقت اساسی قسمی اول رقابت کمتر از 10 دقیقه دیگر باقی ماند. حساب باشد همانو 0-0 است. با بازیگذاری از این وضعیت فوتبالبازان هولبوک استفاده بردند. خیرالدین تورخانوف در قبطی دویم تلاش کرد اما کامیاب نگردید. همانو توپ در نظارت دستپروران جلالالدین مجیدوف است. علیشر خالمرادوف، دلیر شامرادوف، در مرکز میدان علیشر شکورف هجوم نوبتی خوجند را آغاز نمود. گریگوری میناسیان وارد جریمه‌گاه گردید و ضربه زده بازیگری خوجند یوگنی ترزی اندکی غیر کسبی به نظر می رسید. یک بار از 4 فوتبالبازی هولبوک به خط حمله توجه میکنند. تو از میدان بیرون نشده است. پس به مرکز جریمه‌گاه، ولی فردوس عبدالسلیموف صدر راهی این هجوم گردید. قاعده ویرانکنی بسیار هم دقل. حتی داور میتواند که به بازیگری هولبوک کارت زرد نشان بدهد.
گریگوری میناسیان میتوانست که به عکس الهجوم فرار کند، ولی عمر جان شریفوف بر مقابلش قاعده بازی رو ویران کرد. در ادامه بازی های دور 17 چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال بین دسته های لیگ عالی سه بازی دیگر برگزار می‌گردد. نماینده دیگر شهر خوجند باشگاه اسخاتا در این دور با رگارتاداس بازی خواهد کرد. اینجا ضربه از مسافه دور، علیشر شکوروف بیرون از جریمه‌گاه دروازه هولبوک رو نشان گرفت، ولی این نوبت نیز شکوروف نتوانست که کامیاب شود. طوری گفتیم در این دور اسخاتا با رگارتاداس بازی میکند. بانکداران که در رقابت نهایی جام تاجیکستان از رگارتاداس مغلوب شدند تا جای برای ستانیدن همان قصد باخت خود با رگارتاداس بازی خواهند کرد و این وخوری نیز در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیتی شهر خوجند دایر می‌گردد. قهرمانی فعلی چمپیونات باشگاه استقلال در این دور با باشگاه برقچی مبارزه خواهد بود. بازی استقلال و برقچی روزی 24 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار صورت میگیرد. وخوری انجام بخش دور 17 با اشتراک دسته‌های سرافشان و حاصلات ناحیه فرخار دایر می‌گردد. این بازی طبق تقویم چمپیونات برگزاریش روزی 24 سپتامبر به نقشه گرفته شده است. فردوس عبدالسلیموف زود توپ را به بازی وارد کرد. بازیگران خوجند ضربه کنجی کار میکنند. اگر اشتباه نکنم 2 دقیقه 40 نیروسنجی شماره ضربه های کنجی 3-0 به فایده خوجند است. ارسالی علیشر شکوروف به نهایت بلند دروازه‌بان هولبوک اندکی از موقع خود بیرون آمد. دیگر بار شکوروف ارسال نوبتی او به داخل جریمه‌گاه هولبوک. تلاش‌های شفقتی هوتم به نتیجه است و داور اشاره می‌کند که باید بازی ادامه یابد. پرتافت جهانگیر ارگاشف این نوبت خیلی بلند بود و بدون نتیجه نظررس هجومی بازیگران خوجند به پایان رسید. گریگوری میناسیان با طور انفرادی تصمیم گرفت که هجوم دستش را ادامه می‌دهد ولی موفق نشد. فردوس عبدالسلیموف یوگنی ترزی حرکت‌های علیشر شکوروف باز هم بازیگران خوجند ضربه کنجی کار میکنند. خاصه بعد تلاش‌های فردوس عبدالسلیموف ضربه کنجی تعیین شد. از ضربه کنجی علیشر شکوروف توپ را به بازی وارد کرد ولی از فرصت‌های به عمل آمده دست پرورانی الکساندر کریستینین ثمرناک استفاده بردن نمیتواند. البته در هفته رقابت امروزه خاصه در قسم یکم دسته میزبان در قیاس به هولبوک از چند نشان داد
خیلی پیشرفت است. برای مثال بازیگران خوجند در میدان فایز زیادی دورکنی توپ رو در دست دارند. تشکیل هجوم ها نیز با اشتراک بازیگران خوجند خیلی زیاد است، ولی یگان بازیگر پیدا نمی شود که همون فرصت های به عمل آمده رو به گل تبدیل بدهد. یوگنی ترزی، گریگوری میناسیان، ارسال درست و دقیق نتوانست که به هم دستش انجام میدهد. اینجا داور مرکز کارت زرد نشان داد به نیم هیمنگری دسته خوجند، بازیگری رقمی 27 یوگنی ترزی. و واقعا هم در این وضعیت یوگنی مقابل عمر جان شریفوف حرکتی غیر قاعده داشت. در همین وضعیت یوگنی ترزی موقعیت رو از دست داد و خواست که بعد یعنی همون پایغچ به هم دستش پس میدهد، ولی اشتباه کرد. در هفته نیمه یکم نصرالله کبیرов دوباره این وخوری با دو بازیگر خوجند کارت زرد نشان داد. در برابر یوگنی ترزی همزمان پرویز بوکیف نیز در قسم اول با برگه زرد مجازات شد. وخوری امروزه را باشگاه خوجند با شکل جاگیرشوی 4-4-2 آغاز کرد. در خط حمله دلیل شریفوف و ایگور ووکچویچ هنرنمایی داشتند، ولی در ادامه بازی شکل جاگیرشوی سایبانی میدان اندک دیگرگون نیز گردید، یعنی از 4-4-2 به 4-3-3 گذشتند. دامی چند دقیقه اخیر تبره میبینیم در برابر دلیل شریفوف و ایگور ووکچویچ همچنین گریگوری میناسیان نیز به حیث حمله‌ور سیوم در میدان هنرنمایی دارد. یوگنی ترزی توسط مرکز گریگوری میناسیان، علیشر شکوروف، ضربه به نهایت سخت و ستون دروازه هولبوک رو از گل نجات میدهد. البته در قسم یکم بارها علیشر شکوروف دروازه هولبوک رو از مسافه های دور نشان گرفت، ولی تا این دم بخت بر رویش نمیخندد. اشاره می شود که شفقتی هوتم هنگامی مبارزه برای به دست آوردن توپ به قاعده ویرانکنی دست زده است. به وقت اساسی قسم یکم 3 دقیقه زم گردید. اینجا فوتبال بازان هولبوک مجبور میشوند که توپ را زده از میدان بیرون کنند. البته خوجند خیلی و خیلی نزدیک بود که نیمه اول رو با برتری پشت سر نماید. ضربه نوبتی علیشر شکوروف، این نوبت دروازه‌بان برگردان گریگوری میناسیان. البته لیگیونر خوجند ضربه را جانبی دروازه رقیب روان نمود، ولی خطا رفت. در فرصت و فاصله تقریبا 3 دقیقه 2 امکانیتی 100% گلزنی را فوتبالبازان خوجند سازمان دادند که هر دوی این وضعیت را نیم حمایتگر علیشر شکوروف فراهم آورد و این ضربه زده علیشر شکوروف واقعا هم قابل توجه است. بدون شک و تردید یکی از بازیگرانی که در قسم اول در هیئت خوجند خیلی هم خوب درخشید این علیشر شکوروف است.
دیگر باره در مرکز میدان حرکت های شکورов. تلاش بازیگران خوجند ادامه خواهد کرد. ایگور ووکچویچ، دلیر شریفوف، آیسا آیسا 3 دقیقه زمان‌نمایی نصرالله کبیرов با وقت اساسی قسم یکم نیز پشت سر می‌گردد. به احتمال زیاد دسته ها نیمه اول را بدون زدن گل جنبست خواهند کرد. اگر در قسم دوم رقابت نیز خوجند به همین شکل هنرنمای خود را ادامه بدهد، پس به احتمال زیاد به دروازه رقیب گل خواهد زد. قسمی اولی بخوری دسته خوجند و هولبوک جنبست شد. دسته ها بدون زدن گل به تنفس میبرند. اندکی استراحت میکنیم و بعدا به قسم دوم برمیگردیم. شبکه فوتبال رو پیگیر باشید.
тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони шабакаи футбол, бармегардем ба варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд, анеқтараш ба қисми дуюми вохӯри дастаҳои Хуҷанд ва Улбук. ин ду тим дар доираи бозиҳои давраи 17-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Олӣ рақобат доранд ва баъди анҷоми нимаи аввал ҳисоб кушода нашудааст. дар қисми аввали вохӯрӣ соҳибони майдон, яъне тими Хуҷанд, ташаббусу тараддудро пурра дар дасти худ дошт. Аз тамоми нишондод дастпарварони Александр Кристинин фаъол буданд, вале ба вақти онҳо туп вориди дарвоза нагардид. чандин фурсатҳои хуби голзаниро бозигарони Хуҷанд дар қисми аввал ба вуҷуд оварданд. метавон дақиқаҳои изофии нимаи аввалро таъкид намуд ки онҷо Алишер Шукуров ду вазъияти бениҳоят хуби голзаниро фароҳам оварда буд. дар навбати аввал зарбаи задаи Алишер Шукуров ба тери дарвоза бархӯрд ва дар навбати дуюм бошад Григорий Минасян баъд аз он ки дарвозабони Улбук тӯбро баргардон, натавонист ки онро ба гол табдил бидиҳад ва дар ин баробар чанде аз фурсатҳои хуби голзании дигар низ аз ҷониби бозигарони Хуҷанд фароҳам оварда шуд ки онҷо бенатиҷа буд. акнун дастаҳо қисми дуюмро шурӯъ намуданд. тавре мебинем Хуҷанд боз ҳам дар ин вохӯрӣ фаъол аст. ҳаракатҳои Ҷаҳонгир Эргашев аз зарбаи кунҷӣ таъин мешавад. нахуст ба зарбаи кунҷӣ таваҷҷӯҳ мекунем ва баъдан ҳаятҳои ҳарду дастаро дар нимаи дуюм барои шумо муаррифӣ хоҳам кард. дар ин вазъият футболбозони Улбук чандон ҳам дигарфаҳмии хуб надоштанд ки аз ин вазъият Ҷаҳонгир Эргашев фаъолии худро сари вақт нишон дода тавонист. партофти Фирдавс Абдусалимов дар ибтидои нимаи дуюм Хуҷанд фишори бениҳоят шадидро нишон медиҳад. хуб, ҳам Хуҷанд ва ҳам Улбук нимаи дуюмро бидуни тағйирот оғоз намуданд. дар хатти дарвозаи Хуҷанд дарвозабон рақами 1 Жеймо Никита аст. футболбозони хатти дифоъ 4 нафарро ташкил медиҳанд. рақами 2 Фахриддин Ахтамов, 4 Парвиз Боқиев. инҷо ҳуҷуми дастаи Улбук ва то ба охир бозигарони Хуҷанд талош намуда ва муваффақ низ гардиданд ки ҳуҷуми Улбукро бартараф намоянд. хуб, инҷо идомаи муаррифии ҳайати дастаи Хуҷанд. дифоъгарони ин тим рақами 5 Фирдавс Абдусалимов ва ҳамзамон капитани ин тим Давронҷон Эргашев бозигари шумораи 6 аст. дар хатти нимҳимоя рақами 14 Алишер Шукуров, 27 Евгений Терзи ва бозигари шумораи 62 Ҷаҳонгир Эргашев ҳунарнамоӣ доранд. сегонаи хатти ҳамлаи Хуҷандро рақами 99 Игор Вукчевич, 20 Далер Шарифов ва бозигари рақами 7 Григорий Минасян ташкил медиҳанд. сармураббии бошгоҳи Хуҷанд мутахассиси руст Александр Кристинин аст. ҳолати офсайд ба қайд гирифта шуд. чанде пеш бозигари Хуҷанд дар ҳолати новозӣ буд ва дар ин баробар дарвозабони Улбук низ ҷароҳат бардошт. инҷо дар вазъияти қаблӣ Шукуров зуд тӯбро ба хатти ҳамла ирсол кард. онҷо дарвозабони Улбук Проспер Гбеку низ аз мавқеи худ берун омада буд. дар қисми аввали бозӣ низ хеле зиёд табибони дастаи Улбук маҷбур шуданд ки ҷиҳати расонидани ёрии аввалияи тиббӣ вориди майдон шаванд. инҷо ҳайати захиравии дастаи Улбук ба мо нишон дода мешавад. дар сурати Проспер Гбеку, яъне дарвозабони Улбук, агар бозиро идома дода натавонад, пас Ҷалолиддин Маҷидов маҷбур мешавад ки дарвозабони эҳтиётиро ба майдон барорад. хуб, бо ҳайати дастаи Улбук низ дар қисми дуюми рақобат шинос мешавем. дарвозабон рақами 1 Проспер Гбеку аст.
فوتبالبازان خط دفاع رقم 3 علیشر خالمرادوف، 5 دلر شامرادوف، 71 علیشا خدایقولوف که همزمان کاپیتان دسته نیز هست و حمایتگری دیگر بازیگری رقم 23 خوشوقت میروف به حساب می رود. بازیگران خط نیم حمایه رقم 55 مختار ارتیقوف، 19 سوربان افغانوف، 10 عمرجان شریفوف و بازیگری رقم 25 بهرومن عظیموف. در خط حمله تیم هولبوک 2 نفر بازی میکنند. اینها بازیگران رقم 88 شفقتی هوتم و بازیگری رقم 11 خیرالدین تورخانوف هستند. سرمربی دسته هولبوک متخصص محلی جلالالدین مجیدوف است. رقابت دسته های خوجند و هولبوک را داور از شهر نورک نصرالله کبیرов حکمی دارد. از کنارها با او اکمل بوریف و خسروی صدیقزاد کمک دارند. داور چهارم بختیار کاملوف است. در حجره ور سیاد جان زینالدینوف و سوربون احمدزاده کار و فعالیت دارند و وضعیت‌های خطر بحث برانگیز را مورد بازبینی قرار خواهند داد. کمیسر این واخوری فاروق غلاموف تعیین شده است. شرح این رقابت باشد من دولت خطیبزاده هستم. حالا ضربه کنجی دسته خوجند، توپ نیز به بازی وارد کرده شد. فکر میکنم سروان خوجند دوران جان ارگاشوف ضربه رو اجرا کرد یا اینکه پرویز باقیه. در قسم اول داور مجبور شد که 2 مرتبه به فوتبال بازان خوجند و 1 مرتبه به بازیگران هولبوک کارت زرد نشان میدهد. از هیئت خوابون سایلی رودیسیر یوگنی ترزی نیم حمایتگر و همزمان هم دفاعگر پرویز باقیف کارت زرد گرفتند. البته از هیئت هولبوک نیز 1 بازیگر با کارت زرد مورد مجازات قرار گرفته بود. جهانگیر ارگاشوف با گریگوری میناسیان در یک دیگر خیلی هم خوب بازی کردند. دلر شریفوف در داخل جریمه‌گاه هولبوک. اینجا بازیگران خوجند ادعا دارند که تو به دستی بازیگری هولبوک برخورده است. ضربه است مسافه دور و پراسپر گبکو تا به آخر برای برطرف کردن این وضعیت تلاش نمود. اینجا داور مرکز اشاره کرد که باید دروازه‌بان هولبوک توپ را به بازی وارد نماید. قسم اول رو هولبوک به حیث دسته دوم در میدان پسی سر کرد، یعنی این باشگاه بیشتر در خط دفاع می نشست و در عکس الهجوم ها کوشش رخنه کردنی دروازه رقیب را می نمود و عیناً در نیمه دوم نیز هولبوک با چنین شکل هنرنمایی دارد. خیرالدین تورخانوف حملهگر هولبوک غیر قاعده حرکت کرد و بازیگران خوجند از ضربه جریمه‌ای توپ را به بازی وارد نمودند. فخرالدین احتموف ادامه حمله دسته خوجند اندک پایش لغزید و نو بسته از این چیز فخرالدین احتموف هجومی دستش را ادامه داد. ضربه گریگوری میناسیان این نوبت نیز ضربه زده این فوتبال باز خطا رفت. اگر که در دیدار امروزه هولبوک با نتیجه مساوی نیز شرفیاب گردد، پس این نتیجه مخلصان و هواداران دسته هولبوک را قانع خواهد کرد. باید اقرار شد که خوجند در قیاس با هولبوک خیلی تیم قوی است، هم از لحاظ هیئت و همزمان در واخور امروزه نیز خوجند در فرق با هولبوک یک سر و گردن خیلی خوب بازی دارد. شکوروف بدون قاعده ویران کنی
توپ را صاحب گردید و بعداً بازیگری هولبوک سوربون آقانوف با قاعده ویران کنی دست زد. یوگنی ترزی پرتافتیو با مرکزی جریمه گاه با ضربه دورانجان ارگاشف. در نوبت اول اندکی خطرناک می نمود ولی ضربه را نموده دورانجان کاملا به دیگر سمت رفت. جهانگیر ارگاشف اینجا بازیگری هولبوک با قاعده ویران کنین دست زد. همزمان علیشر شکوروف نیز از دانوی خود اندک جراحت برداشت و داور اجازه نمیدهد که بازی ادامه یابد. اینجا سروانی دسته هولبوک علیشا خدای قلوف با دست بازی کرد ولی شکوروف در کدام وضعیت از پای خود جراحت گرفت. آیسته آیسته فرصتی آن فرا رسید که هم الکساندر کریستینین و هم جلالالدین مجیدوف به عوض کنی فوتبال بازان شروع کنند. خاصه دسته خوجند را ضرور است که در همین لحظه ها بازیگران جدید را از هیئت ذخیروی به میدان برآورد. در رقابت امروزه حمله‌وران خوجند از فرصت‌های به عمل آمده نمی‌توانند که ثمرناک استفاده برند. گریگوری میناسیان بازیگر شماره 7 در قسم اول چند فرصت خوبی گلزنی داشت ولی هنرنمایی انفرادی این بازیگر باعث بران شد که توپ وارد دروازه نگردد. ارسالی دیاگونالی تو با کنار راست فخرالدین احتموف دلیر شریفوف از یک نفر خیلی هم خوب فرار کرد و بعدا میتوانست که به هم دسته هایش پس بدهد اما تصمیم گرفت که خودش هجوم رو به نقطه نهایی رساند. دوره میبینیم علیشر شکوروف با میدان برگشته است و وضعیتش نیز چندان جدی نیست. دیگر باره دلیر شریفوف خیلی زیبا از بازیگری هولبوک فرار کرد و بازیگری شماره 55 مختار آرتیقوف از پیراهن دلیر داشته او را از به زمین افتاند. اگر که دلیر شریفوف را از پای نمی افتاندند پس می توانست که او یک وضعیت خطرناک را در نزد دروازه هولبوک با وجود دارد. شماره کارتای زرد در هفته رقابت امروزه 2-2 است. از زاویه های گوناگون همان حرکت های دلیر شریفوف با ما نشان داده شد که الا هم زیبا از بازیگران هولبوک فرار کرد ولی در ادامه بر مقابلش قاعده بازی رو ویران نمودند. ضربه جریمه‌ای به فایده فوتبال بازان خوجند. مسئولیت ضربه زنی را نیم حمایتگر یوگنی ترزی بر ذمه میگیرد.
партофт евгений терзи ва проспер гбеку. дарвозабони ҳулбук аз мавқеи худ берун омада аввалин шуда тӯбро соҳиб гардид. ҷои таъкид аст ки дар қисми аввали бозӣ дарвозабони ҳулбук ҳунарнамои хуб нишон дод ва дар чанд вазъияти мушкил тавонист ки дарвозаи худро аз големӣ нигоҳ дорад. давронҷон эргашев иштибоҳ кард. инҷо бозигарони ҳулбук метавонанд ки ҳуҷуми навбатии худро ба роҳ монанд. умарҷон шарифов, ҳаракатҳои сорбон афғонов, қоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. шавкати отам, албатта баъд аз он ки ҳулбук тӯбро соҳиб мегардад, зуд футболбозони хуҷанд ба рақиб фишор меоранд ва мехоҳанд ки назорати тӯбро ба ихтиёри хеш баргардонанд. агар мо дар ҳамин лаҳзаҳо ба оморҳо таваҷҷӯҳ кунем, аз лиҳози идоракунии тӯб хуҷанд дар қиёс ба рақиб бо натиҷаи назаррас пешсаф аст. аут ба фоидаи ҳулбук аст. дар охирин вазъият тӯб баъди расиш ба пои бозигари хуҷанд баъдан аз майдон берун шуд. ҳаракатҳои ҷаҳонгир эргашев. инҷо футболбозони ҳулбук дар якдигар бозӣ карда тӯбро ба назорати худ бармегардонанд. сорбон афғонов аз фахриддин аҳтамов гузашт, вориди ҷаримагоҳ мегардад. ҳаракатҳои сорбон афғонов, вале тӯб хати муайяншударо аллакай убур карда буд. футболбозони захиравии ҳар ду даста саргарми тамрин ҳастанд ва эҳтимоли зиёд чанде пас дар ҳайати хуҷанд тағйирот анҷом дода мешавад. яке аз футболбозоне ки дар ҳайати ин тим дар бозии имрӯза чандон фаъол нест, ин легионер бозигари рақами 99 игор вукчевич мебошад. яъне яке аз вариантҳои асосие ки ба эҳтимоли зиёд александр кристинин ӯро аз майдон мегирад, мас игор вукчевич мебошад. ирсоли давронҷон эргашев, зарба низ иҷро гардид. фикр мекунам ҷаҳонгир эргашев буд ки бидуни коркар намудани тӯб ҷониби дарвозаи ҳулбук зарба зад. на, далер шарифов будааст ва дар ҳамон ҳолат ду ним ҳимоятгар мазарат дар баробари далер шарифов ҳамзамон шукуров низ дар нақши ҳамлавар ҳунарнамоӣ кард. дар ибтидои моҳи сентябр, аниқтараш дар даҳаи аввал, яке аз бозигарони калидии тими хуҷанд, инҷо зарба аз масофаи дур ба вазъияти бениҳоят мушкил
در این برابر دروازه‌بانی خوجند ژیمانیکی تنیس در نمایی خوب نشان داد. قریب بود که بازیگران هولبوک در همین لحظه ها حساب را باز می نمودند. ضربه زده عمرجان شریفوف به نهایت خطرناک بود. بازیگران خوجند اندکی در نزدیک دروازه خود فارغ بالی نمودند. اگر که در لحظه قبلی عمرجان شریفوف ضربه را مستقیما جانبی دروازه نبود بلکه کنجهای دروازه را نشان می گرفت، پس امکانیتی به گل تبدیل یافتنی اون ضربه بیشتر پیدا می شد. پرتافتی ساربان افغانوف، ضربه نوبتی عمرجان شریفوف، اما این نوبت بازیگران خوجند سدگذاری نمودند. اینجا فوتبال بازان هولبوک غیر قاعده بازی کردند. دفاعگر خوجند فردوس عبدالسلیموف را از پای افتانیدند. زیاده از 20 دقیقه در قسم دومی واخوری پشتی سر می‌گردد و همانا حساب بی تغییر است. هرچند تا دروازه مسافه خیلی دور است، ولی با وجود آوردن امکانیت خوبی گلزنی امکان پذیر می باشد. وضعیت به نهایت خطرناک با دروازه‌بانی هولبوک پراسپر گبکو با مشکلی دروازه خود را از گل نجات داد. با لحظه های تکراری متوجه می شویم از موقع خود بیرون آمده بود پراسپر گبکو، ولی در ادامه تلاش‌هایش به نهایت خوب بودند. شماره ضربه‌های کنجی 7-2 از این نشان داد خوجند پورا پیشرفت به نظر می رسد. البته باشگاه خوجند در این بازی همه کار را انجام می دهد، ولی فقط توپ واردی دروازه نمی گردد. یکی پی دیگر فرصت های گلزنی به میان می آیند. طور بالاتر نیز قید نمودیم. از دیگر نشان دادها نیز خوجند پورا پیشرفت است، ولی یگان بازیگر پیدا نمی گردد که همون کاری اساسی را انجام می دهد، یعنی توپ را واردی دروازه کند. بازیگری نوبتی از هیئت هولبوک جراحت میگیرد و طبیبان این دسته باز هم وارد میدان میگردند. باید اقرار شد که در هفته رقابت امروزه دروازه‌بان هولبوک پراسپر گبکو با طور انفرادی خیلی زیبا درخشید و چندین فرصت های گلزنی رو در نزد دروازه‌اش برطرف کرد. بعدی اندک تنفس واخوری دستای خوجند و هولبوک ادامه می‌یابد. بازیگر یوسف برداشته هولبوک سرمربی دسته اون رو از میدان عوض میکند یا اینکه نه. البته در دوام چند دقیقه بعدی خواهیم دانست.
ولی حسابی گرفته فوتبال بازی این تیم چندان جدی نبود. ایگور ووکچویچ، یبگنی ترزی، طریقی کناری چپ، بازیگران خوجند و خط حمله توجه نمودند که آنجا نیم حمایتگر یبگنی ترزی اشتباه نمود. خواست که با گریگوری میناسیان توپ رو روان کند ولی خطا کرد. باز هم فوتبال بازان خوجند ضمن انجام دادن پاس به خطاگی راه میدهند. این نوبت دفاعگر فردوس عبدالسلیموف به این وضعیت راه داد. نخستین تغییرات در هیئت صاحبان میدان و پیشگویی ما درست میبراید. حمله‌ور بازیگری شماره 99 ایگور ووکچویچ از میدان گرفته می شود. از هیئت ذخیره‌بی دسته خوجند بازیگری رقم 9 باهرجان سنگینبویف به میدان آمد. هرچند باهرجان سنگینبویف نیم حمایتگر است و به احتمال زیاد او در ادامه بخوری در موقع ایگور ووکچویچ یعنی به حیث حمله‌ور مرکزی بازی رو ادامه خواهد داد. بازیگران هولبوک با هجوم جوابی میگذارند. تلاش‌های شفقت یوتم باید به او هم دسته‌هایش سر وقت کمک کنند. ارسالی به نهایت بلند به داخل جریمه‌گاه خوجند. فرصتی به نهایت خوب و ضربه هم اجرا گردید. اینجا بازیگری شماره 25 بهرومند عظیموف دروازه رقیب رو نشان گرفت ولی کامیاب نشد. در این برابر هجوم خوجند میخواد که با هجوم جوابی گذارد. امکانیت برای صاحبان میدان. باهرجان سنگینبویف فرصتی نوبتی و توپ وارد دروازه میگردد. بعد تلاش‌های پیوسته بازیگران خوجند در حساب به پیش میبرایند. یکی از فوتبال بازان فعالترین در هفته رقابت امروزه گریگوری میناسیان توپ را وارد دروازه دسته هولبوک نمود. اینجا سرمربی دسته هولبوک جلال‌الدین مجیدوف خیلی هم نگران است. در همین لحظه ها ارسال گل‌آور به نام باهرجان سنگینبویف ثبت می‌گردد. بعد از آن که وارد رقابت گردید عملکرد قابل توجه نشان داد. یعنی تغییراتی انجام داده سرمربی خوجند الکساندر کریستینین نتیجه داد. قریب است که از چشمان جلال‌الدین مجیدوف اشک جاری شود. در این وضعیت گل رو به نام فوتبال بازی هولبوک ثبت میکنند. یعنی خودگل به قید گرفته شد. علیشاه خدایقولوف گل محض به نام همین بازیگر ثبت گردید. اینجا نصرالله کبیرов کارت زرد نشان میدهد به کی؟ با سرمربی دسته خوجند الکساندر کریستینی. به احتمال زیاد مفصوف به قرار برآورده دوباره اعتراض بیان کرد و به خاطر این عملش کارت زرد گرفت. البته گلی دسته خوجند رو به نام بازیگری هولبوک علیشاه خدایقولوف ثبت نمودند ولی آنجا ضربه را گریگوری میناسیان اجرا کرده بود.
تقریبا 15 دقیقه دیگر وقت است تا پایان واخری دسته خوجند و هولبوک. عقابان ساحلی رودسیر امکان دارند که با پیروزی در انتظار خیش در مرحله دومی چمپیونات شرفیاب گردند. و مهمتر از همه خوجند خیلی نزدیک است که زیر راهنمایی متخصصی روس الکساندر کریستینین به نخستین غلبه خود در چمپیونات شرفیاب گردد. حرکت های سوربان افغانوف، ادامه حمله هولبوک، بهرومان عظیموف تا به آخر تلاش کرد ولی در احاطه دو بازیگر خوجند از دستش کار ناآمد. در حد دسته هولبوک تغییرات به میان آمد. بازیگر شماره 23 خوشوقت میرفت میدان را ترک کرد و از هیئت ذخیروی بازیگر شماره 77 یونس اسمت‌الله‌یف به میدان آمد. به جای دفاعگر وارد رقابت گردید. یعنی تغییراتی انجام داده سرمربی دسته هولبوک جلال‌الدین مجیدوف وابسته به موقع بود. در رقابت امروزه در هیئت ذخیروی باشگاه هولبوک 7 بازیگر ثبت نام شده است که از میان این فوتبال بازان الکی یکی از آنها وارد رقابت شد. باهرجان سنگینبای اوت به فایده فوتبال بازان خوجند. یوگنی ترزی اینجا بازیگر خوجند غیر قاعده حرکت کرد. باهرجان سنگینبایف و خیرالدین تورخانوف را از پای افتاند. ارسال تورخانوف به کنار چپ. سوربان افغانوف بدون مشکلی پسی هم دستش را قبول کرد. یونس اسمت‌الله‌یف اولین رسیدگی او به توپ بعد از آن که به میدان آمد بر مقابل او فخرالدین احتموف مبارزه برد. گریگوری میناسیان کوشش‌های فوتبال بازان هولبوک بهره برابر کردن حساب به نتیجه است. دسته نفکاری چمپیونات باشگاه هولبوک بعد از آن که به لیگ اولی برآمد چمپیونات را خیلی خوب آغاز کرد. دو دور پی هم دست پروران جلال‌الدین مجیدوف به غلبه دست یافتند. در دور اولی چمپیونات هولبوک بر مقابل پنچر با 2 گل به جواب به غلبه دست یافته بود. بعدا در دور دوم فوتبال بازان این دسته بر مقابل سرافشان با حساب مینیمالی 1-0 غلبه کردند و به همین تمام و هولبوک سرکرده از دور سیوم این جانب یگان دفعه شهدی پیروزی نچشیده است. امکانیت نوبتی و ضربه زده دلیر شریفوف خطا می رود. در این وضعیت ارسالی انجام داده علیشر شکوروف خیلی زیبا بود و همزمان برای هم دستش مناسب بود ولی دلیر
از این وضعیت به طور باید و شاید استفاده کردن نتوانست. یک بازیگر هولبوک در میدان خوابیده است و داور مرکز رفتی بخوری را منع کردنی نیست. یونس اسمت‌الله‌یف، شفقت یوتم، سوربون افغانوف، ادامه حمله دسته هولبوک، شفقت یوتم، یونس اسمت‌الله‌یف و اینجا داوری مرکز ویرانشوی قاعده بازی رو به اعتبار گرفت. گریگوری میناسیان، لیگیونر میزبانان، به قاعده ویرانکنی دست زده است. کمتر از 10 دقیقه دیگر موند تا پایان وقت اساسی قسم دوم و خوجند باشد با فرقیت 1 توپ در حساب پیشرفت است. وضعیتی به نهایت خطرناک برای دروازه‌بان دسته خوجند جیمون نیکیتا. عمر جان شریفوف در وضعیت قبلی ضربه را مستقیما جانب دروازه روان کرد. تو از میدان بیرون نشده است. حرکت‌های شفقت یوتم. باید بازیگران هولبوک دقیقه‌های بعدی را ثمرناک استفاده ببرند. حالت افساید به قید گرفته شد. نه، اینجا داور کناری اشاره میکند که بازیگر هولبوک از اوت توپ را نادرست به بازی وارد کرده است. اساساً ضمن از اوت توپ را به بازی در آوردن حالت نابازی به قید گرفتن نمی شود. فخریدین احتماف، گریگوری میناسیان در وضعیت قبلی خیلی هم غضبناک بود، چون که داور مرکز ویرانشوی قاعده بازی رو به قید نگرفت. اینجا اندک نوفهمی بود با اشتراک گریگوری میناسیان و دلیر معذرت سوربون افغانوف. دو دقیقه 83 در حیات هر دو دسته تنها یک بازیگری عوض شد. نخست سرمربی خوجند الکساندر کریسینین به عوض کنی بازیگران دست زد. آنجا ایگور ووکچویچ از میدان گرفته شد و به جایش بوهرجان سنگینبویف به میدان آمد. در حیات هولبوک باشد خوشوقت میرفت میدان رو ترک کرد و به جایش یونس اسمت‌الله‌یف به میدان برآمد. تا پایان رقابت هم الکساندر کریستینین و هم جلال‌الدین مجیدوف می توانند که 4 فوتبال بازی دیگر را از میدان بگیرند. پرسینگی به نهایت سختی فوتبال بازان خوجند، ولی باز هم با اشتراکی سیبانی میدان ویرانشوی قاعده بازی به اعتبار گرفته شد. آخرین مراتب دسته هولبوک در چمپیونات در رقابت بر مقابل اسخاتا توانست که امتیاز بستاند. در بازی دور 15 هولبوک در سفر با اسخاتا در آن همین میدان و نتیجه مساوی 1-1 دست یافته بود. علیشر شکوروف، ادامه حمله دسته خوجند یوگنی ترزی، پسیو با بوهرجان سنگینبویف، امکانیتی به نهایت خوب ولی ضربه زده بوهرجان سنگینبویف خیلی بلند بود. اونجا نزدیکتر به دروازه
دلر شریفوف منتظر پس همدستش بود. در داخل جریمه‌گاه هولبوک بازیگران خوجند ترکیب روی به نهایت زیبا داشتند ولی پایان حمله به نتیجه بود. اینجا بازیگر شماره 7 گریگوری میناسیان از میدان گرفته می شود و با جای او بازیگر رقمی 8 شهباز نوریدینов مورد رقابت گردید. بار دیگر یادآور می شوم که گل دسته خوجند نه اینکه به نام گریگوری میناسیان بلکه به نام فوتبالبازی دسته هولبوک ثبت گردید، یعنی 7 گل به خرج گرفته شده است. علیشر خالمرادوف مؤلف 7 گل در بازی امروزه است. فخریدین احتماف تلاش نوبتی بازیگران خوجند، دفاعگر کناری سیبانی میدان اشتباه کرد ضمن ارسال توپ به همدستش، ولی در مرکزی میدان یبگنی ترزی اشتباهی او را جبران نمود. تلاش نوبتی بازیگران خوجند ولی ضربه زده باهر جان سنگین بویف در این وضعیت چندان قوی نبود و دروازه‌بان هولبوک پروسپر گبکو بدون مشکلی ضربه زده رقیب رو صاحب شد. شهباز نوریدینov از پای می افتد و با فایده خوجند ضربه جریمه‌ای به میان می آید. اینجا هجوم دسته خوجند ادامه میکند. جهانگیر ارگاشوف وارد جریمه‌گاه گردید. جهانگیر حرکت انفرادی جهانگیر ولی پسی نادرست انجام داد. تا رفت وقت کمتر باقی میماند تا پایان واخری دسته های هولبوک و خوجند. شاگردان الکساندر کریستینین در بازی امروزه می توانند که به غلبه شرفیاب گردند. ارسالی دور دروازه جهانگیر ارگاشوف با باهر جان سنگین بویف، حرکت های دلر شریفوف ولی نتوانست که توپ رو در اختیار خود نگاه دارد. عمرجان شریفوف هولبوک در رقابت امروزه تا با آخر برای از باخت رها یافتن تلاش میکند. حالتی افساید نیست. ادامه حمله دسته خوجند. باهر جان سنگین بویف ضربه از مسافه دور و در این وضعیت نیز صاحبانی میدان کامیاب نشدند. اینجا جلالالدین مجیدوف از دروازه‌بان دسته گبکو پروسپر خواهش کرد که زود توپ رو به خط حمله روان کند ولی نه، اینجا باید تغییرات انجام داده شوند. در حیاتی دسته هولبوک بازیگر شماره 4 لیگنر سعید اکبری آماده است که به میدان آید و سرمربی دسته عمرجان شریفوف رو از میدان میگیرد. باید گفت که سعید اکبری لیگنر است و این فوتبال باز از کشور ایران است. در مرحله دومی چمپیونات فوتبال بازی مذکور با هیئت دسته هولبوک ناحیه واسه همراه شد.
دقیقه آخرین وقت اساسی دیداری دستای خوجند و هولبوک نیز در حال خاتمه یابی است. داور مرکز نصرالله کبیرов به وقت اساسی قسم دوم دقیقه های بیشتر علاوه خواهد کرد، چون که در هفته نیمه دوم تلف یابی وقت خیلی زیاد به نظر رسید. از وضعیت استانداردی اینجا بازیگران هولبوک توپ را به بازی وارد میکنند. یوگنی ترزیم در وضعیت قبلی حرکتی غیر قاعده داشت. شش دقیقه زم گردید. نصرالله کبیرов داور اساسی این رقابت 6 دقیقه علاوه کرد و در فرصت و فاصله این 6 دقیقه میتواند که نتیجه واخوری تغییر یابد. البته از بین بردن فرقیت یک توپ و چندان کاری مشکل نیست، به شرطی که بازیگران هولبوک تلاش‌های قابل توجه را در میدان نشان میدهند. در این برابر خوجند نیز برای تامین نمودن غلبه خود در رقابت امروزه تلاش میکند. فرصتی آن رسیده است که به بازی های بعدی هر دو دسته توجه کنیم. در همین لحظه ها جهانگیر ارگشف قاعده بازی رو ویران نموده است. خوب، در دور نوبتی چمپیونات یعنی در دور 18 باشگاه خوجند به سفر می رود و آنجا شاگردان الکساندر کریستینین در شهر تورسونزاده با تیم ریگر تداس بازی خواهند کرد. دیداری دسته های ریگر تداس و خوجند روزی 26 سپتامبر باید برگزار شود طبق تقویم لیگ فوتبالی مملکت و تا پایان موسم عقوبان ساحل رودسیر در عموم 5 بازی را باید انجام میدهند. به استثنای بخوری دستای ریگر تداس و خوجند، همچنین این تیم با حاصلات نهایی فرخار روزی 17 اکتبر با پنچر، 24 اکتبر با کلوب مرکزی ورزش ارتش، 1 نوامبر و در بازی انجام بخش این موسم خوجند در سفر با برقچی شهر حصار روزی 9 نوامبر هنرنمایی میکند. خوب، بازی های نوبتی دسته هولبوک در موسم امسال به طور ذیل است. در دور 18 هولبوک را یک بازی به نهایت مشکل در پیش انتظار است. فوتبال بازان ناحیه واسه روزی 26 سپتامبر با باشگاه استقلال شهر دوشنبه وارد رقابت میگردند. بعدا در ادامه موسم هولبوک با ریگر تداس در دور 19 در دور 20 با وخش روزی 24 اکتبر، همزمان با حاصلات نهایی فرخار روزی 2 نوامبر و در بازی انجام بخش موسم هولبوک روزی 9 نوامبر با رفشن بازی میکند. بازیگر شماره 19 از میدان گرفته شد از هیئت دسته هولبوک. این سروان افغانوف می باشد و از هیئت ذخیروی بازیگر شماره 17 زینالله میرزا عبداللهیف وارد رقابت گردید. علیشیر شکوروف نیم حمایتگر دسته خوجند، هنگامی که برای به دست آوردن توپ تلاش کرد اونجا اندک اشتباه نیز نمود. در دقیقه های آخرین واخوری بازیگران هولبوک پورا به خط حمله توجه میکنند. باهرجان سنگینبایف در وضعیت قبلی ناکام شد، باز هم هولبوک به خط حمله توجه میکند. سعید اکبری
در ادامه وخوری هولبوک دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و به همین خاطر دستپروران جلال‌الدین مجیدوف به قبل ریسک نموده برای به ثمر رسانیدن گلی از باخت رهایی یافتن تلاش میکنند. تا این دم هولبوک با فرقیت یک توپ در حساب قفا میماند. ثانیه های به شمار باقی ماند تا انجام وخوری دستهای خوجند و هولبوک. پراسپر گبکوم یفگنی ترزیم باهرجان سنگینبویف حالتی نابازی نیست. ادامه حمله دسته خوجند میتواند که در این وضعیت برافت این وخوری نقطه نهایی را گذارد و همین ترتیب نیز گردید. دلیر شریفوف با زدن گل دوم دست یافت و فکر میکنم حالت نوبازی نیز در همان حالت وجود داشت. به نوارهای تکراری توجه میکنیم. بله واقعا هم حمله‌آور دسته خوجند دلیر شریفوف بیشتر از دفاعگران تیم هولبوک موقع گرفته بود. خوب 6 دقیقه زمان نماینده داور مرکز نصرالله کبیروف به وقت اساسی قسم دوم جنبست گردید. اینجا از حجره ور به نصرالله کبیروف چیزی را اشاره میکنند، ولی یگان حالتی غیر قاعده یگان وضعیتی بحث برانگیز دیدن نشد. به همین ترتیب دیداری دسته‌های خوجند شهر خوجند و هولبوک ناحیه واسه در دایره بازی‌های دوره 17 چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال بین دسته‌های لیگ اولی جنبست می‌گردد. عقوبانی ساحلی رودیسیر در دقیقه 73 با شرافت خودگل علیشر خالمرادوف به غلبه دست یافته صاحب 3 امتیاز می‌گردند. باید گفت که الکساندر کریستینین متخصص روس نخستین غلبه خود را همچون سرمربی دسته خوجند به خرج گرفت. این پیروزی را به کل مخلصان و هواداران دسته خوجند مبارکباد میگوییم. گزارش مستقیمی ما از ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت شهر خوجند جنبست می‌گردد. طول این دقیقه ها در نزد میکروفون در خدمت شما بودم شورح دولت خطیبزاده. تنسیت و خانه آباد و دوستداری فوتبال میهن باقی بمانید. خیر.
چی صحافت